دیو ناله فرزان ناز هنرمند خوب کشور، اما به چی دلیل؟ آیا با واقعیت فرزان ناز با دوست پسر ایندیش ازدواج کرد؟ دلیل دوری فرزان ناز از هنر موسیقی فاش شد و فرزان ناز در دبی توسط چی افراد حمایت می شود؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. فرزان ناز یکی از هنرمندان با استعداد کشور که از سن نوجوانی علاقه فراوانی به سرودن آهنگ داشت. هرچند وی میخواست در سینمای افغانستان نقش بازی کند، ولی با اجرای 2 فیلم با سلیم شاهین نتوانست موفق گردد. فرزان ناز بالاخره افغانستان را به مقصد پاکستان ترک کرد و در پاکستان آهنگ‌های نزد استادان پاکستانی ساخت. فرزان در سن نوجوانی از طرف مردم افغانستان حمایت فراوانی میشد و با صدای گیراش علاقه‌مندان و طرفداران فراوانی داشت. اما بعد از آن که فرزان ناز سفرهای به خارج از کشور داشت، وی بالاخره از هنر موسیقی دست بردار شد و در سینمای هندوستان من حیث رقاص نقش بازی می کرد. اما تازه فرزان ناز مدت می شود در دبی زندگی می کند و کاملا از راه هنر موسیقی و سینما به دور است. فرزانه در دبی مصروف صفحات مجازیش بالخصوص تیک تاک است. وی از تیک تاک درآمد خیلی خوبی دارد، ولی معلوم نیست فرزانه در دبی توسط چه افراد حمایت می شود. وی تا کنون تصاویر چندین بار در صفحات مجازی نشر شد که می خواهد با دوست پسرش ازدواج کند. اما تا کنون ازدواج فرزان ناز هم به صورت رسمی و آشکارا معلوم نشده است. ولی ما در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از این بانوی هنرمند خواهیم بود. عزیزان و دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان فرزان ناز به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.